و اما قسمت سوم داستان عفریت و بازرگان از کتاب 1001 شب. قسمت قبل اونجا تموم شد که گوساله‌ای که شبان برای قربانی آورده بود همون پسر پیر فرزانه بود و شب با همون سوال بی پاسخ تموم شد. آیا سرنوشت گوساله هم مثل گاو رقم میخوره یا نه؟ بیان اخبار از گذشته های دور در مورد داستان عفریت و بازرگان در قصه ها بقیه ماجرای پیر فرزانه و قضا رو اینطوری تعریف کردن که پیر فرزانه گفت وقتی شبان رفت و گوساله‌ای برای قربانی کردن آورد، اون گوساله چون چاقو رو در دست قصاب دید تنابش رو پاره کرد و خودش رو در مقابل من به خاک انداخت و ملتمسانه شروع به غلطیدن کرد. منم که غلطیدن و التماس و گریه های گاو در خاطرم بود و بی اعتنا از اون التماس ها گذشتم و دیدم که چقدر زود به فاصله 2-3 دقیقه تمام گوشت بدن گاو از غصه آب شد، گذاشتم بر حلق اون گوساله گذشتم و در واقع از قربانی کردنش صرف نظر کردم و به شبان گفتم این گوساله رو به گله برگردون و به حال خودش بذار. بلافاصله دختر عموم که کنارم ایستاده بود با حالتی نگران گفت چرا از کشتن این گوساله صرف نظر کردی؟ آن هم گوساله فربه‌ای که اینقدر گوش دارد. اولا محاله که دیگه بتونی گوساله‌ای به این پرواری پیدا کنی. در ثانی تا شبان بره و یه گاو یا گوساله دیگه بیاره، اونم با توجه به اینکه فاصله گله تا اینجا زیاده وقت میگذره و ما از سنت قربانی کردن جا میمونیم. بعد هم گفت همین الان یا خودت یا شبان سر این گوساله رو ببرین. پیر فرزانه سپس ادامه داد. من هم وقتی این همه استار دخترعمویم را دیدم و اون التماس‌های گاو ذبح شده و گوساله بلا تکلیف، برای اولین بار با تحکم سر دخترعمویم فریاد کشیدم و گفتم حرف همین است که گفتم. برای اجرای مراسم سنتی امروز همون گاوی که سربریده شد کافی است. این گوساله باید دوباره به گله برگردد. ما تا حالا هیچ سالی در چنین روزی 2 حیوان را سر نبریده بودیم. پیر فرزانه در ادامه داستانش برای اون عفریتی که میخواست جان مرد بازرگان رو بگیره گفت اما صبح روز بعد که هنوز از خواب بلند نشده بودم در اتاقم را کوبیدن و گفتن که شبان آمده و میخواهد شما را ببیند و گفته کارش واجب است. من هم هراسان از جا بلند شدم و ترسی در دلم افتاد از اینکه مبادا شب قبل گرگ ها به گله حمله کردند و گوسفندها و گوساله ها رو پاره پاره کرده باشند. به سرعت خودم را به شبان رساندم که در سرای منتظر بود. اما برخلاف انتظارم شبان رو با صورتی شاد و خندان دیدم. با کمی تعجب از شبان پرسیدم برای چی این وقت صبح به سراغم آمدی؟ شبان با اشاره‌ای به من گفت میخواهم تنها و دور از بقیه با تو صحبت کنم. هر دو از قصر خارج شدیم و با هم در کوچه به راه افتادیم. شبان گفت من دختری دارم که این دختر در خردسالی از ساحری پیر جادوگری یاد گرفته. دیروز چون دیر بود من آن گوساله را که شما گفتین به گله برگردانم چون دیر شده بود به خانه خود بردم تا صبح به گله برگردانم. وقتی این گوساله را با خودم به حیاط بردم بلافاصله دخترم خودش را پوشاند و با اعتراض به من گفت پدر چرا بی خبر از من مرد غریبی به خانه آوردی؟ من تعجب کردم و گفتم کدام مرد غریبه؟ دخترم با دست به گوساله اشاره کرد و گفت این گوساله را میگویم. من گفتم دخترم این که گوساله است. اما گفت این گوساله نیست. این آدمیزاد است. پسر خواجه تو و صاحب گله است که جادوش کردند و به شکل گوساله درآوردند. پیر فرزانه در ادامه ماجرا گفت به همراه شبان به خونش رفتم و باز هم گوساله با دیدن من جلوی پایم خودش را به زمین انداخت و سرش را به پایم مالید. در همین موقع دختر شبان از اتاق بیرون آمد و سلام کرد و گفت خواجه شما که برای تجارت به هندوستان رفتین فردای آن روز دخترعموی حسودتان پسرتان و مادرش را با سحر و جادو به گاو و گوساله‌ای تبدیل کرده که سرنوشت گاو دیروز آنطور شد و عاقبت گوساله امروز اینطور. در اون موقع با خواهش و گریه
در حالی که با مهری پدرانه دست بر سر گوساله می‌کشیدم از دختر پرسیدم تو قدرت باطل کردن این سحر و جادو را داری؟ در جواب داد البته که دارم. به او گفتم به ازای این کارت 500 سکه بهت میدهم. دختر گفت طلا نمیخواهم. به جایش وقتی سحر را باطل کردم و جادو را شکستم مرا به عقد پسرت در بیاور و عروس خودت کن. از شدت خوشحالی فریاد کشیدم و گفتم چه بهتر از این؟ من دیگه کجا میتونم عروسی بهتر از تو پیدا کنم؟ پس زود باش، سریع این جادو را بشکن که دیگر طاقت ندارم. دختر شبان رفت و یک کاسه بزرگ آورد و بعد هم از صندوق خانه یک کوزه‌ای که درش با پارچه محکم بسته شده بود را درآورد. پارچه را از در کوزه برداشت و از آب آن کوزه کاسه را پر کرد. چند بار دور آن کاسه چرخید. چیزهایی زیر لب می‌خواند و به کاسه فوت می‌کرد. چند بار هم کاسه را دور گوساله چرخاند و بعد آب آن را از سر تا پای گوساله پاشید. در یک چشم بر هم زدن طلسم شکسته شد و فرزندم به شکل قبلیش برگشت. هر دومان به سمت هم دویدیم و همدیگر را بغل کردیم. از شوق دیدن هم گریه می کردیم. شما فکر میکنین بعد از این به هم رسیدن چی میشه؟ این پایان داستان نیست. ادامه در قسمت بعد.